Salam əziz və hörmətli dostlar. Bu gün də bərnamə yenə də farsça olacaqdır. Çünki istiruq türklərdən əlavə onlar ki farsı bilirlər və İran adlanan siyasi varlıq yerlərində yaşırlar. Onlar da bu bəhsləri görsünlər və bilsinlər ki biz nə istiruq, təkcə özümüzü axtarmırıq. دوستlar bu برنامه دوستان سلام عرض میکنم. امیدوارم که روز خوبی داشته باشید. انصاف علی هدایت هستم و با 10مین قسمت یا بخش از سری برنامه‌های مهندسی جهل در خدمتتون خواهم بود. مهندسی جهل چه بخواهیم چه نخواهیم در ایران وجود داره و این از 100 سال گذشته تا الان این دوام داشته و بر روی نه تنها بر روی ترک ها، عرب ها، بلوچ ها، لر ها، گیلک ها، مازنی ها، کرد ها، بلکه حتی روی فارس ها هم کار کردن و شستشوی مغزی دادن اینها رو. و این یک مهندسی اجتماعی بسیار بزرگیه. اما مهندسی در جهت توسعه و آموزش عمومی، آگاهی عمومی، تربیت افکار در راه توسعه و ترقی فرد انسانی و اجتماع و اقتصاد و فرهنگ نبوده، بلکه در راستای تحمیل جهل به انسانها، به تک تک ما که الان زنده ایم و به تک تک آن 5-6 نسلی که در گذشته زندگی کردند و مردند. اونهایی که مردند در جهل مردند و اونهایی که زنده هستند در جهل دارن زندگی میکنن. و من با این برنامه مهندسی جهل و به توسط دوستان ترک اندیشمند و متفکر و زحمتکشی که زندگی و اموالشون رو وقف این مسیر کرده اند که شما و من از جهل آزاد بشیم و آگاه بشیم، به کمک همدیگه داریم تلاش میکنیم که جامعه رو، افراد رو، انسانها رو آگاه بکنیم. اگر به خاطر داشته باشید، من الان صفحه تلویزیون مانیتور من در اینترنت در یوتیوب دیده میشه. اگر دوستان بخوان اینجا بخوان من رو ببینن میتونن برن به یوتیوب و اونجا برنامه الان داره زنده پخش میشه، میتونن اونجا ببینن. در تلگرام یک کانالی هست به نام الیازمالار، با حروف عربی بنویسید الیازمالار، این کانال پیدا میشه. این کانال رو من الان باز میکنم. دوستان این کانال یک کانال بی‌طرف هستش، برای اینکه بحث سیاسی نمیکنه، اصلا هیچ بحثی رو نداره این آدم. این اسم این آدم اسمی رو که برای خودش برای این کانال انتخاب کرده آذرباش کتابخانه، کتابخانه آذرباش هستش و هیچ بحث اصلا هیچ بحثی رو انجام نمیده. این آدم اومده 12,000 جلد کتاب ترکی دست نوشته یا چاپ سنگی رو دیده، ازشون عکس گرفته و اینها رو تبدیل کرده به PDF، فایل های PDF و تا الان بیش از 4,000 از این کتاب های ترکی قدیمی رو آپلود کرده به این کانال. شما میتونید تو این کانال این کتاب رو ببینید، دانلود بکنید و با قدرت زبان ترکی در مقایسه با زبان فارسی آشنا بشید. من نمیگم که ترکی از عربی قدرتمندتره یا ضعیفتره، اینو نمیتونم بگم، برای اینکه من نه این همه تخصص دارم و نه این همه آگاهی دارم. من میتونم بگم که وقتی در یک زبانی حداقل به گفته جواب آذرباش بیش از 1,700,000 جلد کتاب ترکی در